یک برنامه خوبی است که امیرالمومنین فرمان داده. اگر به قسمی باشد که مشکلات مردم مستقیم قطع خود آدم قطع والی یا قماندان امنیه یا هر کس که مشکل داشته باشه قطع خودش دیدار بتاند، خیلی خوب است، مشکلات مردم حل میشد. به خاطر که قبلا مردم 4 و 5 شده پشتای در میآمد یا عسکر جواب میداد یا یک پلیس جواب میداد دادن در یا همون چه گاردش جواب میداد، کس نمیتونست مشکل خودش حل کنه. اگه این فرمان چه شود خیلی مشکل مردم حل خواهد شد و مردم برای از دولت که کدام فاصله داره او فاصله از مابین دولت گم خواهد شد، مثل دولت‌های قبلی که مثال مردم 3 و 4 دیدن نمیتونست کسی خودش قماندان امنیه را ببینه یا مشکل خود برش بگه یا والی رو گفته بده، چون از طریق عسکر نمیشد که آدم مشکل خود والی رو بگه بعد خودش بره قطع قماندان امنیه قطع والی قطع هم کدام نفری که مشکل داره مشکلش خودش حل کند. دا خو ډیر که فرمان ده د تخمګر کلای وایو دنه خو بهتره خبره بل بيخي ناسته چې د خلکو مشکلات څومره واضح سي څومره اسانه سي دا موږ لپاره نیکبختي ده. هر چاته د چا आवाज باید ورسیږي، هر سړی خپل مشکل आवाज باید په خلاص توګه سره واورول شي. موږ هر کلای تر کو ستاینه کو دا ډیر که فرمان ده. الله تعالی د دوی کامیاب لري، نورم موږ د دوی نه خوشاله یو. نو خدای پاک دې دا کارونه نورم هم داسې طبیعت سره په حالت د جوړېدو کې لري او دی انشاءالله. خیلی خوب فرمان است، خدا اندش خیر بده. بهترین فرمان است که مردم باید مشکل خود کتی والی یا کتی وزیر شریک کنه تا که مشکل مردم رفع شود. خیلی خوب فرمان است، به خاطر که زیادتر مردم دقیقه وقت کسی رسیدن نمیتونست، کسی رسیدن نمیتونست، کسی فهمید دیدن نمیتونست. آره انشالله زیبت دیگه مردم مشکل خود کتی والی یا کتی وزیر شریک میتونه. خوب فرمان کرده ها، به خاطر که آزادانه آدم یکی دیگر ببینه خودتر میشه، یک مشکلات میشه دیستی آدم نمیتونه که دادن دروازه ایستاد کنه بگه نه اجازه نیست. راسان برم گر چی که داشت فرمان داشت اونجا بگه پذیرفته میشه.